بدترین مرد جهان، این لقبی بود که او برای رفتارش در داخل یا خارج از رینگ بوکس گرفته بود. قهرمان سابق سنگین وزن جهان مایک تایسون، اسطوره جنجالی بوکس، زندگیش را در نمایش روی صحنه بازگو می‌کند و اکنون در سالن گریمالدی موناکو به من پیوسته. مایک تایسون، از شما برای شرکت در این برنامه گفتگوی جهانی سپاسگزارم. شما برای برگزاری نمایش خود به نام حقیقت مسلم اینجا آمده اید که فراز و فرود زندگیتان را نشان می‌دهد. وقتی آن را می‌بینیم به نظر می‌آید شما می‌خواهید برخی مسائل را بازتر کنید. درست می‌گویم؟ نمی‌دانم مسائل را بازتر می‌کنم یا نه. در مورد چیزهایی که تقریبا همه در مورد من می‌دانند با مردم صحبت می‌کنم. آنها از مسائل پشت پرده می‌گویند. فکر نمی‌کنم می‌خوام حتما مسائل را بازتر کنم. آیا این که افکار عمومی در مورد شما چه فکر می‌کنند برایتان مهم است؟ من فقط می‌خوام مردم رو سرگرم کنم. چطور شد که روی صحنه رفتید؟ آیا تجربه‌تان به عنوان یک قهرمان بوکس که به رینگ میرفت شما را به صحنه کشاند؟ فکر می‌کنم که تجربه مشتنی و اینکه روی رینگ در برابر مردم زیادی قرار گرفتم، روی سن هم به من اعتماد به نفس بیشتری میده. این به شما انرژی میدهد؟ بله، خیلی زیاد. اما این خیلی مهم نیست که در مقابل 20,000 نفر هستم یا 2 نفر. من کار خودم رو میکنم. در مورد موفقیتتان چه فکر میکنید؟ در گذشته این بستگی به تعداد نفراتی داشت که شما ناک اوت میکردید و باید گفت واقعا موفق بودید. آیا اکنون موفقیت برای شما مهم است و چگونه آن را اندازه میگیرید؟ نمیدانم. موفقیت برای هر انسانی مهمه، همونطور که برای شما مهمه که مصاحبه خوبی داشته باشید که در زمینه خودتان شما رو تحسین کنند. قبلا برای من هم همینطور بود. هر کسی در هر زمینه‌ای میخواد که خودش و کار دشواری که انجام داده مورد توجه قرار بگیره. من هم همینطور هستم. از مخاطبانمان خواستیم از طریق اینترنت سوالاتشان را ارسال کنند و پرسش‌های بسیاری هم دریافت کردیم. یک سوال از آدریل مودلی داشتیم که فکر می‌کنم خیلی از مردم همین سوال را دارند. او پرسیده چرا شما به بازیگری و کمدی رو آوردید؟ با اینکه می‌دانم برخی دوران دشوار زندگی شما ربطی به کمدی نداشت، اما چطور به اینجا رسیدید؟ در آمریکا یک بازیگر رو دیدم که نامش چارلز پالمنتری است. او هنرمند بزرگیه و یک فیلم به نام داستان برانکس ساخته. آن شب من او را روی صحنه دیدم که کل فیلم رو به تنهایی اجرا کرد. فیلم او خیلی هم طرفدار داشت و عالی بود. با این حال من فکر میکنم که او به تنهایی روی صحنه حتی بهتر از فیلمش بازی میکرد. 8,000 نفر یا 9,000 نفر آنجا بودند و او همه را جذب خود کرده بود. چیزی به جز صدای او را نمیشنیدند. من هم هیجان زده شده بودم و به خودم گفتم من هم میخوام این کار را بکنم. من زندگی نامه شما رو خواندم و شویتان رو هم دیدم. شما نتوانستید همه زندگیتان را در آن بگنجانید. آیا نمایش حقیقت مسلم بخش دوم هم خواهد داشت؟ بله، نمایش دیگری هم خواهد بود، اما نمایش حقیقت مسلم خیلی موفق بود و تقاضای زیادی داشت که من به خاطر آن بسیار سپاسگزارم. اما گاهی اوقات میگویم که بد نیست اگر این شوق و اشتیاق یک مقدار کمتر بود تا ما بتوانیم نمایش بعدی رو هم اجرا کنیم که اونم واقعا جالبه. کمی در مورد آن بگویید. مانند حقیقت مسلمه، اما نام آن معتاد پوچی است. بیشتر به سالهای دیوانگی مربوطه. در مورد مسائلی است که در اولین نمایش قادر به گفتنشون نبودم. میشه کمی بیشتر از اون بگید؟ یک حادثه خاصی رخ داد. یک خبرنگار با من مصاحبه کرد. این خبرنگار خیلی لاغر، جوان و خجالتی بود. او سفیدپوست بود و وقتی برای مصاحبه آمد، افرادی اونجا بودند که او را اذیت می‌کردند. تعداد جوانی که در خارج از سالن بدنسازی ایستاده بودند، به او فحش می‌دادند.
که تو اینی، تو اونی. و هنگامی که مصاحبه پایان یافت و مصاحبه خیلی خوبی هم بود، من رفتم و به بچه‌ها گفتم که او رو مسخره و اذیت نکنن. یک روز تعطیل اسلامی بود در ماه رمضان و به این خاطر من لباس مسلمانی پوشیده بودم و قرآن هم به همراه داشتم. به آنها گفتم این مرد راحت بگذارید، او یک انسانه و باید با او درست رفتار کنید. خلاصه 2 هفته از مصاحبه گذشت، ماه رمضان هم پایان یافت. یکی از دوستانم تماس گرفت و گفت مایک، من در سالن ورزش هستم و FBI آمده و میخواد با تو صحبت کنه. منم رفتم و دیدم خیابان‌های همه محله رو بستن. خودم رو رسوندم و گفتم بله آقا. افسر یک عکس رو از اون خبرنگار نشونم داد و گفت این مرد رو میشناسی؟ گفتم خبرنگاریه که 2 هفته پیش با من مصاحبه کرد. گفتم ببینید اگه چیزی گفتم خیلی با تربیت نبودم یا او رو ناراحت کردم واقعا متاسفم. که افسر FBI گفت نه مایک، نه آقای تایسو، او خیلی شما رو دوست داشته. او از اون 15 نفری که به سویشان شلیک کرده و اون 9 نفری که به قتل رسونده خوشش نیامده. شما رو دوست داشته. او یک قاتل زنجیره‌ای بود. وای خدای من. او یک تک‌تیرانداز بود و یک عکس از من رو در وبسایتش گذاشته بود که در حال دست دادن با منه. به این دلیل اونها اومدن تا با من در موردش صحبت کنن. پرسیدن آیا او در مورد چیز خاصی صحبت کرد؟ گفتم ببینید من هیچی نمیدونم. واقعا برام عجیب بود. خیلی مشتاقم که نمایش معتاد پوچی را ببینم. در حقیقت مسلم شما از اوج موفقیت و از سقوط شدید صحبت می‌کنید. ممکنه برای مخاطبان به یکی دو صحنه خیلی قوی و تاثیرگذار اشاره کنید؟ نمیدونم، در مورد ازدواجم و اینطور مسائل صحبت میکنیم، در مورد مسابقه هایی که باختم یا برنده شدم، در مورد پول فوق‌العاده زیادی که به دست آوردم و خرج کردم. خیلی پول باختم. همچنین در مورد پرونده های قضایی، درگیری های خیابانی، دعواهایی که داشتم. از نظر احساس و هیجان مثل شهر بازی بود. اجازه دهید به برخی دوران دشوار زندگیتان بپردازیم. خب شما موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای داشتید، اما در عین حال بدون آنکه مخفی کنید به مواد مخدر هم اعتیاد داشتید. آیا فکر می‌کنید آن روزها پایان یافتند؟ بله، امروز این احساس رو دارم. چون در مورد اعتیاد هر روزی که از مواد مخدر استفاده نمی‌کنم قوی‌تر میشم. چون یک روز این احساس دوباره رخ خواهد داد. این قابل اجتناب نیست. اما به مرور زمان که از مواد استفاده نمی‌کنم خودم رو برای اون لحظه آماده می‌کنم. و زمانی که پیش بیاد یا من ناخود خواهم شد یا دوباره دستم رو بالا می‌گیرم که پیروز شدم. یکی از این دو حالت خواهد بود. دیگر این احساس رو ندارم که دارم زندگیم رو می‌بازم. در زندگی نامه‌تان به نکته جالب اشاره کرده اید. از دورانی گفتید که در زندان بوده اید. گفتید آن یک برکت بود. چه درسی از آن زمان گرفته اید؟ یک فرد دیگر هستم. یک فرد متفاوت. شما در حال حاضر کارهای بسیاری انجام می‌دهید. اکنون یک مدیر بوکس و برگزار کننده مسابقه هم هستید، با اینکه گفتید به هیچ وجه انتظار انجام این کار را نداشتید. بله، خیلی عجیبه. هیچ وقت تصور نمی‌کردم قادر به این کار باشم. من همیشه از مدیران بوکس نفرت داشتم. تصور این که من یک مدیر بوکس هستم واقعا وحشت‌آوره. اما خب حقیقته. چون شما رو رها کردند؟ برای این کار یه دلیل خوب دارم. اینکه از بچه‌ها مواظبت کنم، همونطور که اونها از من مواظبت می‌کنن. هر کاری میتونم میکنم تا اونها کارهای اشتباه من رو تکرار نکنن. توصیه شما به آنها چیست؟ اینکه در واقع به مدیر احتیاج ندارند، با اینکه برخی هم شاید به اون احتیاج دارند. چون که مدیرها به نظر شخصی من فقط مانند پرستاران کودک هستند که 10% پول شما رو میگیرند، شاید هم بیشتر. اما حقیقت اینه که تنها چیزی که یک بوکسور به اون نیاز داره یک وکیله و به غیر از یک مربی احتیاج به داشتن این مدیر نیست. خب همه علاقه زیاد شما به مربیتان داماتو را میدانند. شما به عنوان مربی چقدر از او درس گرفته اید؟ نمیدونم، من اون نیستم. شاید اگر باز هم به مدت 20 سال یا بیشتر این کار رو ادامه بدم، شاید به اون نزدیک شوم، یعنی به سطح محافظتی که او در مورد بوکسورها داشت. اما امروز هنوز اینطور نیست. من هنوز تجربه و دانش آقای داماتو رو ندارم. شما از او در زمان حال صحبت میکنید. آیا او همیشه با شماست؟ زیاد، بله، خیلی زیاد. او یکی از افراد بسیار خاص در زندگی شماست؟ بله، کاملا.
هیچ کس به اندازه او نمیتوانست برای من الهام بخش باشه، یعنی وقتی که دل سرد بودم. برای اینکه گاهی اوقات مطمئنم برای شما همین پیش میاد. به خودتان میگویید که مسائل دشوار و پیچیده شدن. چیزی در زندگیتان رخ میدهد و شما میگویید که میخوام همه چیز متوقف بشه. همه ما چنین لحظه‌هایی داریم که میگیم دیگه ادامه نمیدم. در آن لحظه او به من میگفت اینطوری باید پیش بری. او به من انگیزه میداد. خیلی اوقات بود که من بوکس رو ترک کردم، یعنی قبل از اینکه یک بوکسور حرفه‌ای بشم، اما او به من انگیزه میداد و دلیل می آورد که چرا باید ادامه بدم. اینجا میخواهم تا سوال ژان لویی فنل را از شما بپرسم. او میگوید چطور به یک قهرمان بزرگ بوکس تبدیل میشویم؟ ببینید، من نمیدونم چطور باید به یک مشت‌زن بزرگ تبدیل شد. اگر بگم میدونم دروغ گفتم. هر شخص یک مسیر متفاوت داره. مسیر من از خودگذشتگی و فداکاری بود و نظم و انضباط که هرگز خیلی مشتاق هیچ کدوم نبودم. من بیشتر خودخواه و تنبل بودم. از زمانی که با داماتو آشنا شدم این ویژگی ها رو به دست آوردم. از خودگذشتگی و کنار گذاشتن آنچه برای شما مهمه. برای اینکه احساس میکنید چیز مهمتری وجود داره و نظم و انضباط هم یعنی آنچه نفرت دارید رو باید مثل آنچه واقعا با آن علاقه دارید انجام بدید. پول زیادی در ورزش وجود دارد. شما این رو خیلی خوب میدانید و پول زیادی هم به دست میآورید. فکر میکنید که این چیز خوبی است؟ آیا فکر میکنید این ارقام باید کمتر باشد یا اینکه این طبیعی است؟ نه، من فکر نمی کنم باید مقدار اون رو کاهش داد. چون یادم میاد یه روز با داماتو بودم و در مورد یک مسابقه صحبت میکردیم. در مورد اون خیلی بد میگفتیم. من بچه بودم، یک نوجوان، 14 یا 16 ساله بودم. و گفتم این همه پول زیاد از حده. او به من گفت ببین، اون مشت‌زن سزاوار هر سنت پولیه که روی رینگ بوکس برده. وقتی یک مسابقه امضا میشه، یک بند نوشته نشده است که همه از اون باخبرند و اینه که در حین تمرین مسابقه میشه مرد. پس با توجه به این همه ریسک، این پاداش واقعا سزاواره. اما در مورد تاثیر مخرب پول زیاد چه میتوان گفت؟ چطور میتوانیم اون رو محدود کنیم یا اینکه اون رو تا حدی کنترل کنیم؟ خب اینطوریه. مدت‌ها قبل از اینکه من و شما اینجا باشیم اینطور بوده و مدت‌ها بعد از من و شما هم همینطور خواهد بود. یعنی باز هم برمیگردیم به اینکه مردم چطور هستند. پول برای مردم حیاتی است و فساد هم همیشه وجود خواهد داشت. باز سوال دیگری اینجا هست که یکی دیگر از مخاطبان مطرح کرده. متیو از طریق اینترنت و در مورد ورزش پرسیده. به یاد ماندنی ترین مشتی را که خورده اید از سوی چه بوکسوری بوده است؟ هیچ مسابقه رو فراموش نمی‌کنم، هیچ ضربه رو فراموش نمی‌کنم. آیا دلتنگی باعث شده مسابقه بوکس برگزار کنید؟ نه، برای دنیای بوکس دلم تنگ نیست، اما برای کمک این کار رو میکنم. چون میتونم به مردم کمک کنم. چون بوکس و ورزش فقط لحظه کوچکی از زندگیه و زمانی که به پایان میرسه هنوز در زندگی کارهای بسیاری باقی مونده. چگونه این کار را یاد گرفتید؟ آیا یک نقطه عطف وجود داشت و یک وحی ناگهانی بود یا به آرامی و کم کم سراغتان آمد؟ نمیدونم، فکر میکنم به آرامی اومد، کم کم. مدت زیادی طول کشید تا رشد کنم و بتونم مسئولیت‌های زندگی را مدیریت کنم. چون وقتی شما یک مشت‌زنی یا بازیکن راگبی یا فوتبال هستی یا هر ورزش دیگه‌ای، زندگی آسانی داری. یک بچه هستی با مسئولیت کم. بیش از همه دلتنگ چه چیزی در دوران گذشته اید؟ برای چیز زیادی دلتنگ نیستم. برای اینکه وقتی خوب فکر می‌کنم می‌بینم در اوج زندگی حرفه‌ای 30 یا 40 میلیون دلار برای هر مسابقه می‌گرفتم. هر کاری می‌خواستم می‌کردم. با هر کسی که می‌خواستم ملاقات می‌کردم. وقتی یک نفر رو در تلویزیون در یک فیلم می‌دیدم و از او خوشم می‌آمد، کافی بود یک تلفن کنم و هر کی بود با او آشنا می‌شدم. اما آرامش نداشتم. در آرامش نبودم و امروز در اوج زندگی حرفه‌ای نیستم. 1/10 آنچه در گذشته درآمد داشتم ندارم. اما کارتون‌های مربوط به خودم رو دارم، نمایش دارم. و قبلا وقتی بوکسور بودم هرگز نمی‌تونستم چنین کارهایی کنم. هیچ وقت نمی‌تونستم با تولید کنندگان همکاری کنم، چون بیش از حد مغرور بودم. سن که بالا میره فروتنی یاد میگیرید. پس میتونیم بگیم که در زندگی جدیدتون اگه بشه از قدیم و جدید حرف زد، شما باز هم عاشق آنچه انجام میدهید هستید. من هرگز کاری رو که به اون علاقه شدید ندارم انجام نمیدم، حتی اگه درآمد نداشته باشم.
به همین دلیل بود که از آرامش و صلح و شادی صحبت کردم. اگر کارهایی که می‌کنید با عشق و علاقه نباشد و فقط برای پول کار کنید، نتیجه عاطفی آن فاجعه خواهد بود. من این رو تجربه کردم، پس می‌دانم که باید کارها را با عشق و علاقه کرد و باید کاری را که می‌کنم دوست داشته باشم. و برنامه رو با سوالی از مصدق شداد خاتمه میدیم. آیا در نهایت به آرامش دست یافته اید؟ نمیدونم. زندگی من هنوز تمام نشده. وقتی واقعا این رو میفهمید که در بستر مرگ هستید. هیچ کس نمیدونه. زمان میگذره و کسی نمیدونه چه پیش خواهد اومد. ما فقط در لحظه ها زندگی میکنیم. مایک تایسون، از شما بسیار سپاسگزارم.